گشتیم تو مشهد سمت خیابون چمن یه گرمابه پیدا کردیم از این گرمابه قدیمی‌های سنتی. خیلی باحال بود. وقتی وارد شدیم کلی ذوق کردیم که چقدر اینجا قدیمیه. بعد خوابیدیم و با آتیش یه خورده بدنمون رو گرم کرد تا شروع کنه به ماساژ دادن. بعد از اینکه کلی ماساژمون داد و کلی ریلکسمون کرد و کلی حال دلمون رو خوب کرد، ما رو خوابوند و شروع کرد به بادکش کردن. دمش گرم، بادکشش هم باحال بود، یعنی حرفه‌ای بادکش کرد. من که کلی حال کردم. بعدش منو انداخت زیر دست و پاش تا میتونست منو له و لورده کرد. اومد بالامون رفت رومون تیکه پاهمون کرد، گرمون زد. یعنی اصلا تا حالا من این مدلی دیگه ماساژ نخورده بودم. برای من یک تجربه باحال بود. بعدش منو خوابوند و کلی کف ریخوم و کف مالی کرد. کف مالی و دوش و ماساژ و حمومش همه با هم دیگه حدود 300-350 در اومد. ولی خیلی باحال بود. تجربه بی‌نظیری بود. به شدت بهتون پیشنهاد میکنم بچه‌ها. خیلی حال داد. جاتون خالی. آخرش هم با یه نوشابه خنک تموم کردیم این داستان قشنگو.